در خاکای پات بچه جون بمبرم که من نمیدونم که ای خرسندی دیگه چیکار کنم که تو طبابت بچه من همه شوکله گرفته. الهی عمر درازی و برکتت بتیه. پاک و پروردگار هیچ. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوخ سلامت هستین. برادرای عزیز، الله برکتتون بده، خداوند در عمر جانتون برکت بده. برادرای عزیز، چی گفتنیم برادرو؟ الحمدلله این کاری مادرم انا برازگی خداوند خودش به انجام رسید. هرچند که یاردم کردین خداوند برکتتون بده، خداوند در عمر جانتون برکت بده. انا خیلی شما ای نظوان ویدیو ای صورت های همش معلومه که یعنی که با مادر که خدمت رساند که یاردم کرد مادر. انا چی گفتن برادر عزیز؟ ما بعضی تمه بینه میگن که ای انا ای تمه گوی انا او تمه گوی. مقصد یعنی که گپوی لیش نگاب میزنین برادر عزیز. با هرز یک روبل هرز یک یا بود نمی یک روبل باز یاردم کردن نمیتونه. در یک کامنت نمی نویسونی، یک ویدیو را پدیلیت سه نمیکنیم. در یک لایک نمیمونی که شتوبه نمی ویدیو پهن شود شتوبه یک برادر خیرخواه رنگی نمی شرد مرد وری ببینه که شتوبه دستی نمی خیلی مدرو را بگیره، دستی نمی خیلی کم بغلو را بگیره. اما که جرأت ندارین ده بعضی ده بخیلی من نمیدونم ای چیزی هست نمیدونم. نه ما الله شاید برادر ماه شریف رمضان پروردگار ما نمیدونم، ما گروسیگاب نمیدونیم برادر پدر مادرش در قید حیات هستن نیستن. اگر در قید حیات باشن ما دعا میکنیم که در نماز در همه وقت شب و روز دعا میکنیم که پروردگار نیخل جوان مردو میدونیم ایگ چه خیلی بگم برادرها این خیلی که دمو یک امی تخمی رسیده امی آخه دیگه من نمیدونم چی بگم برادرها. این خیلی مرده که خدودود خداوندی را خداوند آخه خداوند خودش میدونین میگم به کف موقعی گپ زنم نه که من میگم که خداوند خودش میدونین برادرها. این خیلی جوان مردو را پروردگار این خیلی صف جوان مردو را زیاد کنه پروردگار، دولت سولتشون عید زیاد کنه پروردگار درد سر پدر مادرشون نبینه، پروردگار در موی پدر مادرشون خورس نگیره. ما انشاءالله باوری کلون قطعی نمیخیلی الحمدلله من مسلمانم الحمدلله. من خیلی باوری کلون میگم که خیلی پروردگار که نمیخیلی قصر نمیخیلی قصر نمی قصر نمیخیلی کاگیشه نمیخیلی تیور در یک جا موندگیشه انشاءالله. الله برکتش بده. با خدا قسم که اگر با تعریف هم بگیم با تعریف هم هست اوخی نمی چیزی که بگوی با امورا هست های. چیزی که بگوی قدر همورا داره، چیزی که بگوی همی قدر قیمت ها داره همی برادر. برای اون قدر ما والله قسم میخورم که برادرم ما در حقش در حق پدر مادرش در هر یک نماز خوندگیم دعا میکنیم، در هر یک نماز خوندگیم دعا میکنیم که با نمیخه شیر مردو رنگ نمیوری پیدا شوند در حیات هستن الحمدلله هستن. یک سه چهار کسی دیگه هم هستن سه چهار کسی نه هستن یک 5-6 نفر هستن. نو عید خداوند زیاد شون کنه خداوند عید زیاد انشالله که این خیلی قطعی که نمی دنیا نمی یا کود نمی روشنی نمی تاجیکستان میدونی برادران نمی روشنی تاجیکستان نمی روشنی نمی تاجیکستان میدونیم برادران. برای اون قدر در حقش دعاگو باشه، در حق پدر مادرش دعا کنین. من دیگه نمیدونم چی بگم برای اون قدر
یخد ای بخیلی تا یک لایک نمیمونی که اشتباهی ای مادر سویب یک سمشه فهمیدی الحمدلله دعای مادر مستجاب شد. آره اونقدر برادر عزیز بخیلی و دشمنی در کار نیست. کوشش کنین که یک برادر توجیکتون پیشروی کنه، یک برادر توجیکتون پیش باشه که مثل نمیخل شیرمرد، مثل نمیخل آدم خدا داد، ایرا الله دادگی الله. فهمیدی؟ خدا نگهبان تا باشد. بسیار گپ دراز نمیکنیم، دیگه نمیدونیم چی بگم. خداوند همت نگه باشد، پروردگار پدر و مادرش نگه داره، خداوند در هر یک جای باشه. خداوند در های ماه شریف رمضان دعا میکنیم که در موش خور رست نگیره. پاک در امان الله باشین. الله مهربان همت نگهبان باشه. سلام علیکم دوستای عزیز. باوری دارم که همه شما خوب هستین. در این ماه شریف رمضان، مبارکی ماه شریف رمضان و همه ما شما. چه خیلی که میبینین دوستای عزیز، ما در نزد مادر جانی که به همه ما شما مراجعت کردگی بودن در همین ماه شریف رمضان. خوشبختانه با دستگیری شما این دوستای عزیز ما 23450 سومان در کرته مادر جان جمع کردیم. این روز آمدیم به نزد مادر جان. گفتنیم که مادر جان در یک برادر خیرخواه دیگری مراجعت کردگی بودن دوستای عزیز. خوشبختانه برادر خیرخواه مادر جان ناامید نکردن، نماینده‌شون به مادر جان زنگ زدن، مادر جان خرسنگ کردن که همین مادر جان برای فرزندشون برای ایران بودن. 20,000 دلار در کار بود. همین 20,000 دلار برادرمون همشه به عهده گرفتن. تبابت همون مبلغ همشه گفتن نخمون میتیم تا وقتی که ایران میره و یا که بعد ایران تا وقتی توبت نقص شدن شه انا همشه به عهده گرفتن. دوستای عزیز چی گفتنیم؟ خداوند ای همه ما و شما راضی باشه که به طرف نشیدین، در نوارای ما باوری میکنین، سمگذاری میکنین. هزار رحمت کلام برای دستگیریتون. بین دعای مادر، خرسندی مادر ای زبان خودشون میشنویم. اینا مادر جان پلاتون هم بگیرین. سلام علیکم بچه های جون، دخترای جون. خدایا خداوند کریم خیر شما را قبول کنه که من در نمی راه نمونده و من گب در زمین نمونده و گب مراجعت قبول کرده و یاردمون کرده. خدایا خداوند کریم شما را هم هیچ حال دستی کم نبینه. پاک و پروردگار همیشه سربلند باشه، همیشه دستی پر داشته باشه. خدا یک داده باشه هزار توبتیه. من ایو بچه که مراجعت کردم از زمین تا آسمون خرسندم. اله امین. ای بچه جون در همین ماه شریف رمضان من خرسند کرده. خدای تعالی تر خرسند کنه. همین مراجعتی من تو گوش کردی و نماینده ها فرسون نماینده ها گپ زدن. همین تبابتی بچه من وکله گرفتن. خدای خداوند کریم دولت زیادتر کنه. من پدر و مادری که تر به وایه رسوندم هزار رحمت در همینطوری پدر و مادری که همینطوری فرزندی سخاوتمند به وایه رسونده است. در خاکای پاد بچه جون بمبرم که من نمیدونم که ای خرسندی را دیگه چیکار کنم که تبابتی بچه من همشه وکله گرفته. الهی عمر درازی و برکت بتیه. پاک و پروردگار هیچ حال درد نبینی. دوی ما دست دراز باشه، دستی کم نبینی. اله آمین.